سلام، چه خبر؟ آقا دوباره اومدم با یه ویدیویی دیگه. حالا اگه یادتون باشه ویدیوی دیروز بود که معرفی خودم بود و حالا دیگه معرفی گیم پلی، سطح بازی، دیوایس و اینا هم که دیگه حالا ویدیوی بعدی بهتون میگم چیه. آقا امروز اومدم ریویو اکانت یا همون رونمایی از اکانت. آقا اکانت من اولندش با بگم که هیچ خاصی نداره و حالا اون ویدیو قبلی معذرت بخوام، مثلا ویدیو خیلی خوبی گرفت، بازم دمتون گرم، به نسبت ویدیو خوبی بود. بخوام بهتون بگم امروز اومدیم ریویو اکانت، گفتم که گیم پلی بذارم. همین اول گیم پلی بازم خوب بود. حالا من یه گیم پلی گرفتم داخل فرم، نمیخواستم گیم پلی بذارم اما گفتم بذار یه گیم پلی خیلی کم بذارم یا حداقل سرعت گیم پلی زیاد نکردم دیگه، همون گیم پلی عادی بود دیگه. بخوام از اکانت بگم، اولندش که 2 تا اکانت دارم بچه‌ها. من این 2 تا اکانت رو توضیح خیلی زیادی و مفصلی بخوام بهتون بدم، این 2 تا اکانت دارم من. یه دونه حالا یه اکانت دیگه دارم، اونم ریویوشه براتون میذارم. اون نکات خیلی مهمتری داره در مورد تگ سیو کردن اصلا سیو و اینا رو بهتون بخوام توضیح بدم که کامل، یعنی میذارم. حالا امروز نذارم فردا پس فردا حتما میذارم اون یکیو. آقا یه خبرم براتون دارم، با یکی از یوتیوبر دارم ویدیو میگیرم، حالا کارشو داریم میکنیم تا ادیتشو بکنیم و بذاریم. احتمالاً چند روز که نه چند ساعت طول میکشه، اما من یه چنل تلگرام قرار بزنم، کانال تلگرام قرار بزنم که حالا داخل اونجا اعلام میکنم با کی قرار ویدیو بگیرم. حالا من ویدیوی خود، حالا اسمش هم نمیبرم حالا چون میگم که سورپرایزه برای ویدیو. بخوایم برسیم به خود اکانت و اینجور داستانا دیگه، چیز اکانتم چیزی نداره که حالا بخوایم بگیم واو چه خفن. نه، اکانت عادی، نصف مردم. میگیری چی میگم؟ اکانتم اونقدر چیز نیست که حالا بخوام در موردش زیاد حرف بزنم، ولی گفتم یه ریویو اکانت بچه. این ریویو اکانت مهمه، حالا ببینید خوبه. اما یه اکانت دیگه دارم که اونو باید حتما توضیح بدم که آقا تگ سیو اکانتتون چیکار کنید که سالم باشه. همه اینا رو توضیح میدم، صحبت خاصی ندارم. گفتم که بیام آقا ویدیو رو بگیرم. حالا ویدیوی قبلی دمتون گرم بازم. حالا ساب از ویدیو قبلی کسی ساب نکرد، ولی من که حالا قراره بیشتر ادامه بدم به این داستانا، قراره خیلی 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 بیشتر ادامه بدم. حالا به خاطر صدا و میکروفونم ویدیوی قبلی گفتم بازم معذرت میخوام، چون یه ذره میکروفون و اینا صدامو خودشون دارم با میکروفون خود گوشی چیز میکنم، ضبط میکنم و میذارم. به خاطر همین یه ذره اگه صدا بالا پایین بد میشه، اینجوری میشه دیگه، معذرت میخوام. توضیح بیشتری ندارم، تا همینجا یه توضیح بهتون دادم که اوکی باشه. ویدیویی بچه قراره ویدیوی طولانی بسازیم، یعنی دیگه شورت ویدیو تا الان نساختیم. 2 تا ویدیو ساختیم، یه دونه شورت ویدیو هم نساختیم. به احتمال خیلی زیاد یه شورت ویدیو رو داخل این هفته 2-3 روز دیگه داریم. شورت ویدیو بچه ایده خیلی خاصی نمیخواد، اما ویدیوی بلند ایده خیلی باید ایده خوبی داشته باشی. میگم که توضیح در مورد اکانتتون چجوری سالم باشه، سیو باشه، چی کار کنید، همین رو داخل ویدیو براتون. خب برسیم به اکانتمون، ریویو اکانتمون. حالا یه ذره بیشتر افتادم اکانت من. اینا دیگه همه اونایی که پلیر بتل و مولتی و اینا، من فقط مولتی رو نشون دادم، حالا بتل رو نشون ندادم چون این اکانت قبلا دستی مولتی پلیر بوده. 6 تا لژند دارم که حالا بچا پازل که زدم میتیکم فکر کنم اولش 30 تا دیگه 50 تا 30 تا دیگه میخوام بگیرم تا فولش کنم. M4 میگم که 6 تا گان رایگان، مثلا گان خاصی ندارم. 6 تا گان لژندم عادیه. آره اینجوری بهتون بگم مثلا معذرت به خاطر صدا که نویزش میره بالا میاد پایین، چون میکروفونم میکروفون گوشی. آقا دیگه اینجا بخوام بهتون توضیحات خیلی بیشتر بدم، اینجا نصف گانا رو براتون گذاشتم،
بالا بالاخره زحمت کشید، باید زحمت بکشی تا بگیری. من الان اسکینمو ببین، اسکین بهتر دارم، اسکینم خیلی بهترن. گانم یه دونه همونجوری که دارید میبینید، چیز خاصی ندارم. همین بتل پس هم بچه یه دسته یکی اکانت دسته یه نفر بوده که بتل پس نگرفته. آره بتل پس نگرفته و خب خودم بعد گرند فورس این سیزن خریدم و فکر کنم فردا سیزن عوض میشه. گان 10 گان برتره یا بیشتر، 11 10 گان برتر رو داریم، ولی 11 یا 10 نمیدونم، ولی 10 گان برتر رو من میگم چون صفر حساب نمیشه، حساب میشه اما میشه مثلا یه گان اضافه ویژه. 5 گان برتر بتل رو داریم، همش رو براتون میذارم. باید برم قشنگ با فونرفا رو ببینم، احتمالاً یکی دو روز طول بکشه اما عیب نداره، عیب نداره. بازم میگم، بازم دیگه دمتون گرم، بازم به خاطر حمایتاتون دمتون گرم. دیگه کار خاصی نمیمونه که بخوام بهتون داخل این اکانت بگم. میگم بده پس نخورده، احتمالا اکانتم عوض میکنم، اما ویدیوی بعدی یعنی ویدیوی ریویو اکانتم، اون یک اکانت، یه اکانت دیگه جدید قراره براتون بذارم. این اکانت که با این پلی میدم، با اونم پلی میدم، اما واسه ویدیوهای ویژه. خب پس یادتون باشه ویدیو ریویو اکانت بعدی رو حتما ببینید، حتما ریویو اکانت بعدی ببینید که خیلی نکات خوبی میگم، خیلی اصلا نکات باور نکردنی بهتون میگم. اینجا هم که دنس و این داستانا رو آوردم نشون دادم، گانم، دایموندام، گلدام، فکر کنم پلاتینیوم دارم یه دونه، اونم خب چی اسمش، اونم من مال خودم گلد رو انجام پلات نکردم و یکی داخل اکانت قبلی بوده که پلات کرده. اون ویدیو بعدی خیلی مهمه که حالا ریویو اکانت بعدی خیلی بهتر مهمه، اونو بشینید ببینید. اون در مورد سیو اکانت چجوری سیو کنید اینا رو دیگه کلا توضیح میدم. لایک و سابم فراموش نشه. دمتون گرم، ممنون بازم به خاطر حمایتاتون. این اکانتی که حالا من دارم چیز خاصی نیست دیگه، اینجا من خداحافظی میکنم چون اکانت خاصی نداره اینجا دیگه، تمام میشه دنس ها رو نشون میدم. حالا دنس هم اونجا چیز خاصی نیست، دنس هم ببینید. آره اینجا اگه بیایم اینجا اوکی دیگه، دنس مثلا اینجا داده دیگه، دوست دنس دارم نشون میدم، این دنس رو نشون بده، من صحبتم بکنم دنس نشون داده بشه. بعضی دیگه دنس 117 رو گذاشتم اون اولیه، چون نمیدونم من دنس رو هیچ کدومشون دارید دانلود ندارم، چون دنس نمیزنم، دنس هم بزنم میشه از دنس خلی استفاده میکنم. اوکی همینجوری داره میره بالا بالا بالا، همینه دیگه، چه خاصی زیادی این اکانت نداره و اینا و ممنون که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم تا ویدیوی بعدی بازم میگم به خاطر میکروفون واقعا نزدت، میکروفون حتما درست میکنم. تا ویدیوی بعدی خدا یارو نگهدارتون. ویدیوی بعدی حتما از دست دارید، احتمالاً ویدیوی بعدی با یوتیوبر خیلی خوب. ممنونم، تا ویدیوی دیگه، فعلا بدرود.